بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز یکی از دوستامون زنگ زده مبنی بر اینکه یه قسمت از خونهشون برق داره و یه قسمت از خونهشون برق نداره. زمانی هم که وارد خونه شدیم دیدیم که اگر نگاه کنید جعبه مینیاتوری آتیش به آب شده. اینجا در اثر شدت جریان آب کرده و این سیمایی هم که الان نشونتون بدم که ریختیم بیرون. حالا فکر کنید سیراشه اینا مثلا نگاه کنید اینجوری و مینیاتوری ها رو هم کلا سیاه کردیم، ما عوض کردیم مینیاتوری. بله. اینا نگاه کنید اینجا. نگاه کنید مینیاتوری ها رو در اثر شدت جریان. حالا چه کار کرده؟ اومده اولا به جای سیم فاز از سیم چی استفاده کرده؟ سیم ارت. سیم ارتی که تقسیم شده اومده و سری شدن با هم دیگه، جمع شدن یه جا همشون و به یک سیم ارتی که داخل چاهکی که پایین هست رفته. متاسفانه اومده سیم منفی رو از سیم ارت استفاده کرده. یکم که اومده قسمت فازی هم که بوده از دو فاز کرده، یعنی از دو تا خروجی فاز استفاده کرده برای یخچال و پریزا که خیلی خدا بهش رحم کرده. شدت جریان به حدی بوده که آب کرده و این هم که الان می‌بینید کارتونه. یعنی چی؟ اگر این جریان کشی و این گرما و این اتصالی صورت میگرفت میزد اتصالی برای همسایه، آتش سوزی همسایه، یعنی کل اساس و ساختمان دو تا واحد چه بسا کل واحد چه این 48 واحدی به فنا میرفت. خدا رحم کنه. خواهش میکنم عزیز من، استاد بخکار، همکار گرامی، من کوچیک‌تر از اونم که بخوام حرف بزنم، هیچ وقت از طرف سیمی که نداره بگو بخر، نداشت کار رو انجام نده. نه یا از سیم ارت بردار، اگرم مجبور شدی استفاده کنید درست استفاده کنید. نه یا منفی هم اتصال بده به ارت، هم اتصال بده به منفی که رفته به ببین نگاه کن جای دیگه که الان همینم آب کرده بوده اینجوری به حدی شدت زیاد بوده که چسبونده اینجا. ببخشید خودتون استاد هستید جسارت. و یه نکته دیگه، من بلوک بغلیتون رفتم، علی‌رغم اینکه چیدمانش قشنگ بود تقریبا مرتب بود، ولی از مینیاتوریایی که ولتاژ مناسب بود آمپرهای مناسب استفاده نکرده، همه رو تو رنج 10 آمپر گذاشته و یکی دو تا هم 16 آمپر. چه مشکلی پیش میاد وقتی که اتصالی صورت میده؟ اینا باید بپرن دیگه. با کوچکترین اتصالی که مثلا یک سره میپره مثل یخچال تو مثلا باید وصل باشه. با خوبه قطع کردن ولی تو رنج خودش، ولی مثلا ولتاژ خودش قرار نیست که با کوچکترین ضربه قطع بشه شما تو مسافرتی یخچال وسیلش آب بشه. یعنی نیازی به قطع کردن نیست ولی با کوچکترین چیزی قطع میشه. یا سیما اون مقاومت لازم ندارن. ببخشید، ممنون، تشکر.